سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم دیگه قسمت دوم چالش خط اول کتاب ها رو بریم. توی اون یکی توی اون یکی قسمت 7 کتاب رو براتون خط های اولشون رو خوندم و شما باید حدس میزدین که این خطی که من خوندم، لاینی که خوندم متعلق به کدوم کتاباییه که عکسش رو توی صفحه براتون میذارم و دوباره همون کار رو انجام میدیم با هم دیگه. ادامهش شماره اول، دوباره میگم از کتابای معروفی هستن، همشون از کتابای مثلا خیلی خوبی هن، پرفروشن، اسمشون رو زیاد میشنویم، ترجمه شدن و فقط هم منحصر به یک یا دو ژانر نیستن. ژانرهای مختلف از کلاسیک گرفته تا یانگ ادالت و میدل گرید. شماره 1. مت فریمن میدانست اشتباه میکنه. او روی دیواری بیرون ایستگاه ایپسویچ نشسته بود. پلیور گرمکن توسی با شلوار جین رنگ رو رفته‌ای به تن داشت. بند کفش‌های کتانیش هم پوسیده و نخنما شده بود. همشون دیگه با اینکه بعضیاش که اصلا کلا معلومه، خب بعد اونایی هم که خیلی معلوم نیست یه چیزی داره، مثلا یه اسمی، یه رسمی، یه چیز. خب شماره 2. سیلاس هیپ در برف شنلش را محکمتر دور خود پیچید. راه زیادی را در جنگل طی کرده بود و تا مغز استخوان یخ زده بود. این رازهایی است که نگه داشتم، اعتمادی است که هرگز به آن خیانت نکردم. اما حالا او مرده و بیش از 40 سال از مرگش می‌گذرد. فردی که به من اعتماد کرد، فردی که به خاطرش این رازها را نگه داشتم، فردی که نجاتم داد و فردی که نفرینم کرد. در پاییز سال 1995 بعد از استعفا از آخرین پست آکادمیکم تصمیم گرفتم خودم را به برآوردن یکی از آرزوهایم مهمان کنم. 7 نفر از بهترین و متعهدترین دانش آموزانم را انتخاب کرده از آنها دعوت کردم هر 5 شنبه صبح به منظور نقد آثار ادبی به منزلم بیایند. آخرین خط اول ببینیم که یه دونه هست دیگه، یکی نگرد. نام خانوادگی پدرم پیریپ بود و نام تعمیدی خودم فیلیپ و چون زبان کودکانه‌ام نتوانست از این دو کلمه‌ای بزرگتر از پیپ بسازد، بنابراین به خود پیپ گفتم و دیگران هم مرا پیپ صدا زدند. تا ویدیوی دیگه، چالش دیگه، شما رو به کتاب‌ها میسپارم. فعلا